سلام به شما فوتبال دوستان، سلام به شما که عاشق فوتبال هستید. خوش اومدید به چنل گلوار. امروز میخوایم با هم دیگه یک بررسی رو در واقع داشته باشیم، بپردازیم به تقابل دو تیم ایران و ازبکستان که فردا ساعت 7:30 شب در ورزشگاه آزادی با هم دیگه بازی میخوام بکنن. باید ببینیم چه خواهد شد، ولی خب برد ایران خیلی بیشتره و ایران نیاز داره به تنها یک امتیاز تا به صعود به جام جهانی. اما بپردازیم به تقابل در واقع این دو تیم در 15 بازی گذشته که با هم انجام دادن که حاصلش در واقع 10 پیروزی برای ایران، 4 مساوی و 1 باخت برای ایران هستش. اما یه نگاهی بندازیم به ترکیب احتمالی ایران. فقط هم ترکیب احتمالی ایران رو در واقع بررسی خواهیم کرد که علیرضا بیرانوند درون دروازه است. خط دفاع میتونیم بگیم شجاع خلیلزاده رو میبینیم و محمد حسین کلانی زادگان. اونور سمت چپ و راست هم خب در واقع میتونیم صالح هردانی داشته باشیم، میلاد محمدی. در خط میانی میتونیم این بار سعید عزت الله و سامان قدوس رو داریم. سعید عزت الله در واقع میاد به جای روزبه چشمی که در تمرین مصدوم شد و نمیتونه بازی بکنه. و وینگر هایی که در واقع داریم علیرضا جهانبخش، حالا مهدی قائدی، حالا به جای مهدی قائدی میتونه در واقع این بازی محبی هم در واقع باشه و نقش پلی میکر در واقع میتونیم بگیم مهدی طارمی، یعنی پشت در واقع سردار آزمون از سردار آزمون هم که در واقع در نوک حمله قرار خواهد داشت در این بازی. نظرتون رو واسه من کامنت کنید. فردا برد ایران، مساوی یا باخت ایران، انشالله که میبره. در ادامه شما رو دعوت میکنم به یک گل. میتونم بهتون بگم یه بازی خیلی جذاب، خلاصه از قدیم تقابل این دو تیم رو با هم دیگه در واقع داشته باشیم و قبلش هم یادتون نره لایک و ساب و کامنت هم میخوام ازتون. مرسی که همراه من بودید.